سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 ینوار تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. رجب علی کاملوف، برادر یکی از رهبران حزب نهضت، در زندان وفات کرد. داعش مسئولیت ترکشو در مراسم یادبود گنرال سلیمانی را به دوش گرفت. اولین تغییرات کادری در سال 2024 تعیین 2 معاون وزیر کارهای خارجه. برای 4 ایالت در صدمه های ماه آگوست آسیب دیده در کولوب خانه های نو ساختند و ساکن قرقیزستان که خود را خدای نو اعلام کرده بود خودکشی کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. سازمان تروریستی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت ترکش‌های روز 3 ینوار سال 2024 در شهر کرمان ایران را که حدود 100 کشته و بیش از 280 زخمی به جا گذاشت و خونین‌ترین حمله در ایران بعد انقلاب اسلامی سال 1979 دانسته می شود به دوش گرفته است. در بیانیه‌ای که روز 4 ینوار در یک کانال مربوط به این سازمان در اکثر کشورهای دنیا ممنوع در شبکه تلگرام نشر شد، داعش گفت که 2 مرگ طلب کمربندهای پر از مواد ترکنده در بین ازدحام اشتراکچیان مراسم یادبود فرمانده سابق سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منفجر کردند. این مراسم یادبود روز چهارشنبه 3 ینوار در کرمان در محل دفن گنرال سلیمانی به یاد سالگرد 4 کشته شدن او در حمله در بغداد دایر شد. سخنگوی کاخ سفید جان کیربی گفت امریکا به درستی ادعای داعش شک ندارد. درباره شخصیت آن 2 مرگ طلب هنوز اطلاع نشر نشده است. در 2 حمله قبلی تروریستی داعش در قلمرو ایران که هر دو در شهر شیراز در فاصله 570 کیلومتر از کرمان صورت گرفتند، زادگان تاجیکستان دست داشتند. داعش به گنرال سلیمانی کینه دیری نداشت. فرمانده سپاه قدس یک مورد مهم در سیاست ایران در خاور میانه به شمار می رفت و سلیمانی از نفرانی بود که در حفظ رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد و سرکوب نیروهای داعش در سوریه و عراق نقش کلیدی داشت. از جمله باور می رود که محض گنرال سلیمانی در وقتش پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را برای مداخله در بحران سوریه و ارسال نیرو به آن کشور متقاعد ساخته بود. نیروهای روسیه نیز در سوریه به حمایت از رژیم بشار اسد می جنگند. به بالای قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی، روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای درباره کاملا تمام شدن کار داعش در خاور میانه حساب داده بود. روز 3 ینوار سال 2024 بر اثر 2 ترکش در شهر کرمان ایران حدود 100 نفر کشته و 284 تن دیگر مجروح شدند. در ایران به یاد قربانیان حمله های کرمان ماتم ملی اعلان شد. محمد مخبر نایب اول رئیس جمهور ایران در کرمان تهدید سپرد که سربازان سپاه به عاملان این حمله پاسخ مهم خواهند داد. رجب علی کاملوف، برادر جنت الله کامل، رهبر دفتر حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام، در آلمان شب 4 به 5 ینوار سال 2024 در سن 62 در بیمارستان زندان وفات کرده است. در این باره به پایگاه خبری بامداد روز 5 ینوار یک منبع موثق از اداره زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان خبر داد. مقامات هنوز خبر مرگ رجب علی کاملوف و علت وفات او را رسما یگان شرح ندادند، ولی همصحبت بامداد گفت او در محبس یکم زویتسک ادای حکم میکرد، ولی در پایان ماه سپتامبر سال 2023 احوالش بد شد و رجب علی کاملوف را به بیمارستان مخصوص محبوسان در شهر وحدت انتقال دادند. او بیش از 3 ماه باز در این بیمارستان تبابت می گرفت و به گفته منبع بامداد احوالش بد بود و وقتهای آخر تا از گپ زدن هم مانده بود. رجب علی کاملوف سال 1961 در سیبستان نویه دنغره به دنیا آمده 5 فرزند داشت. او از خانواده بود که اکثرا عضو یا هوادار حزب نهضتی بودند و برای این در سالهای 90 در جریان جنگ شهروندی در تاجیکستان و سپس بعد من دیگر باره فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 مورد تعقیب قرار گرفت. رجب علی کاملوف سال 2018 دستگیر و 29 آگوست همان سال با حکم دادگاه به 10 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را بر اساس ماده مشهور 307 در همکاری با سازمان ممنوع گناهکار شناخت. نزدیکانش می گفتند که رجب علی کاملوف
در زمان فعالیت قانونی داشتن حزب نهضت اسلامی با این حزب همکاری داشت، ولی بعد منع فعالیت آن نه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه با گروه‌های دیگر یگان همکاری نداشت و از هر نوع فعالیت سیاسی و اپوزیسیونی کنار رفته بود. جنت الله کامل بعد منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 به اروپا پناه آورد و چند سال باز رهبر دفتر این حزب در آلمان است. او چندین بار شکایت کرده بود که مقامات تاجیکستان با طلب قطع فعالیتش به خویشاوندانش در تاجیکستان از جمله به مادرش و برادرانش فشار می‌آورند. سودیه سود نویه 5 عبدالله‌زاده احمد جان بهری در پی صدمه نقلیاتی که روز 20 دکبر سال 2023 رخ داد و او جراحت وزنی برداشت، شب گذشته 4 به 5 ینور سال 2024 در بیمارخانه مرکزی نویه به نام عبدالرحمن جامی ولایت ختلان به هلاکت رسیده است. حادثه تقریبا ساعت 6 بیگاه 20 دکبر در شورای دوشنبه باختر در حدود نویه خراسان به وقوع پیوسته است. معاون سردختر بیمارخانه مرکزی نویه به نام عبدالرحمن جامی محمد بیردیف در صحبت به فرش گفت مجروح با آسیب گشاده معاینه سر پس از 40 دقیقه رخ دادن صدمه به بیمارخانه رسانیده شده است. جبر دیده ها 2 نفر بودند. آنها را اول به بیمارخانه نویه خراسان برده بعدا به بیمارخانه مرکزی نویه ما انتقال دادند. همراه سوجر جراحت سبک جسمانی برداشته بود. او را معاینه کرده جواب دادیم، اما وضع سلامتی عبدالله‌زاده به نهایت بد بود. هنگام صدمه ستون مورش از قسمت گردنش شکسته بود. مرحوم تا لحظه فوت زیر تجهیزات نفسی سونی قرار داشت، گفت طبیب بیردیف. مرحوم عبدالله‌زاده احمد جان 37 سال داشت. او قبلا در سود نویه سینای شهر دوشنبه نیز فعالیت کرده است. بنا به اطلاع در این صدمه همراه با مرحوم عبدالله‌زاده کاتب سود نویه 5 شیرعلی امام میرزایف حضور داشته است. تماس تلفنی ما برای فهمیدن جزئیات صدمه با کاتب امام میرزایف به نتیجه بود. او به زنگ‌های ما جواب نداد. موافق معلومات دست شده از منبع دیگر زمان صدمه نقلیاتی کاتب سود امام میرزایف پشت چنبرک و سوجه عبدالله‌زاده در خفای خودرو قرار داشته است. ماشین آنها پس از ضربه سخت از پشت موازنت را گم کرده چند مرتبه به مانیه‌های طرف چپ و راست برخورده است. مجروحان را گویا راننده اشتراکچی صدمه به بیمارخانه رسانیده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 ینور سال 2024 با امضای یک فرمان و 2 قرار حکومت نخستین تغییرات کادری در حکومتش در سال جاری را به عمل آورد. با فرمان پرزیدنت از 5 ینور سال 2024 اسمت الله نصرالدین با سبب به کار دیگر گذاشتن از مقام سفیر تاجیکستان در پاکستان و بنگلادش آزاد کرده شده. با قرار حکومت معاون یکم وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تعیین کرده شد. این وظیفه از زمان به مقام سفیر تاجیکستان در ایران تعیین شدن نظام الدین زاهدی خالی بود. اسمت الله نصرالدین پسر یک عضو در گذشته بلندپایه حکومت تاجیکستان حکمت الله نصرالدینوف قبل از اسلام آباد در وین پایتخت استریا و مسئولیت سفیر در استریا و ایتالیا و ونگریا و اسلواکیا را بر دوش داشت. با قرار دیگر حکومت از 5 ینور شریفزاده فرخ حامدین نیز معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شد. فرخ شریفزاده که پسر سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان حامدین شریپوف است، در گذشته سفیر تاجیکستان در ترکیه و سال 2017 تا ماه می سال 2023 سفیر تاجیکستان در ترکمنستان بود. او را در اشقابات سال گذشته وفا نیت بگزاده سخنگوی سابق وزارت خارجه عوض کرد. هنوز معلوم نیست که اسمت الله نصرالدین را در اسلام آباد کی عوض خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اداره مسئول عملی ساختن سیاست خارجی این کشور بوده. از سال 2013 رهبریش را سراج الدین موردین بر عهده دارد. 2 معاون دیگر او فراد سلیم پسر عبدالمجید دوستیف سابق معاون اول رئیس پارلمان و سفیر سابق تاجیکستان در روسیه و صادق امامی فرزند اشوربای اماموف رئیس سابق دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان می باشد. روز 4 ینور سال 2024 به 4 عائله ساکنان شهر کولاب که بر اثر صدمه نقلیاتی پرقربانی شام 6 آگوست سال 2023 خانه‌هایشان خراب شده بود، خانه‌های نو دادند.
روزنامه ختلون نشریه رسمی حکومت ولایت ختلون با نشر 6 عکس در گروهش در فیسبوک خبر داد که مراسم سپردن خانه های نو به اویله های آسیب دیده در جریان سفر کوری سروزیر تاجیکستان قای رسولزاده صورت گرفت. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که در مراسم همچنین وزیر نقلیات عظیم ابراهیم، رئیس ولایت ختلون دولتعلی سعیدزاده و شهردار کولوب بختیار نظرزاده نیز حضور داشتند. ختلون خبر داد که خانه‌های استقامتی با تمام تجهیزات و لوازمات ضروری برای 4 اویله آسیب دیده در صدمه نقلیاتی در محله دوستی شهر کولوب از حساب زمین‌های بیکار خوابیده بازار سامانیان ساخته شدند. خانه برای اویله یوروف سفرمراد را حکومت ولایت ختلون، برای اویله یوروف جمعخان را شهرداری کولوب، برای اویله یوروف شمسالله را مسجد جامع شهر کولوب از حساب نمازگزارانشان و یک خانه برای اویله جانون و قربانبی را کمیته اجرایی شعبه کولوبی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان ساختند. ختلون می نویسد که هر کدام این خانه ها از 3 حجره و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشند. سروزیر کوخی رسولزاده هنگام سپردن خانه ها به اویله های آسیب دیده گفته است که هیچگاه رو افتاده نشوند، زیرا دولت و حکومت همیشه در پهلوی شهروندانش می باشد. بر اثر صدمه نقلیاتی پرقربانی شام 6 آگوست سال 2023 در نزد بازار سامانیان شهر کولوب 10 نفر به هلاکت رسیدند و 11 نفر دیگر جراحت برداشتند. صدمه کولوب در برابر یک صدمه پرقربانی اول ماه ایول در فیض‌آباد که 11 کشته به جا گذاشت، یکی از پرقربانی ترین صدمه های سال 2023 در تاجیکستان به شمار می رود. گفته می شد سببگار صدمه از کار برآمدن ترمزهای یک ماشین پربار شرکت کفالت واردات و صادرات شده است که با صورت بلند از طرف نویه شمس‌الدین شاهین سرازیر شده در نزد بازار سامانیان 7 ماشین و چند خانه و ازدحام رهگذران را پخش کرد. راننده ماشین شورتجان ارگشوف نیز در آن صدمه به هلاکت رسید. مقامات تاکنون درباره اینکه آیا این شرکت برای صدمه پرقربانی ماشینش به جزا کشیده شد یا نه خبری ندادند و اسم صاحب اصلی شرکت را هم آشکار و نشر نکردند. طبق اسنادش مؤسس شرکت کفالت واردات و صادرات حسین زیایف و رئیس شرکت مولان زیایف 2 شخصیت در جامعه ناآشنا می باشند، اما معلوم نیست که این شرکت در اصل از خود آنها است و یا تنها به نام آنها. خدمات اجرای جزای قرقیزستان تصدیق کرد که عبدالدایف ارستانبک معروف با نام ارستان علی که خود را خدای نو و نجات بخش انسانیت اعلام کرده بود، صبح 5 ینور سال 2024 در محبس رقم 31 خودکشی کرده است. جسد او را صبح جمعه تقریبا ساعت 5:15 از حلقه دار بیرون کشیدند. ارستان علی را که از 13 دکبر سال 2023 در حبس قرار داشت، روز 28 دکبر با توصیه طبیب روانشناس از سزای رقم 1 به محبس رقم 31 انتقال داده بودند. طبیب خلاصه داده است که خدای نو گرفتار بیماری روحی و گلوسیناسیون است. بنا به اطلاع خدمات اجرای جزا در محبس رقم 31 ارستان علی از درد قلب و سر و معده، خستگی و شنیدن هر گونه صدا شکایت میکرد. تشخیص پیشکی بیماری او را همچون نوع نامشخص بیماری روحی، بیماری قلب و بیماری بلند فشار خون معین کرد و جهت ضرورت تشخیص کامل وضع سلامتی او خلاصه داده بود. صبح 5 ینور تقریبا ساعت 4:20 عبدالدایف به آشخانه محبس در آمده ساعت 5:15 جسد او را در حالت آویختن پیدا کردند. تشخیص پیشکی جسد در بدن او یگان جراحات دیگر پیدا نکرده است. برای معاین کردن علت دقیق مرگ اکسپرتیز دادگاهی طبی تعیین کرده شده. اجرای آن به مرکز جمهوری اکسپرتیزهای دادگاهی و طبی در بشکک سپرده شده است و اما ادوکات ارستان علی قیسن اکبروف اصرار داشت که عملهای غیر قانونی مقامات حفظ حقوق و دادگاه سبب خودکشی او شده است. ادوکات از جمله از آن شکایت دارد که او را حتی درباره سزا به محبس گذراندن نفر تحت حمایتش خبردار نکردند. اکبروف از داستانی کل قرقیزستان خواست که گناهکاران را به جزا کشانند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ماه گذشته خبر داد که در چارچوب تفتیش پرونده برانگیختن نزاع دینی و با مقصد اندیشیدن چاره‌های به تأخیر برای سالم گردانیدن محیط دینی در کشور، زاده ولایت نورین عبدالدایف ارستانبک سال تولدش 1968
معروف با نام ارسلان علی دستگیر شده است. عبدالدایف روز 13 دکامبر سال 2023 غیب زد و تنها بعد 2 روز معلوم شد که او از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شده است. بنا به اطلاع رسمی کمیته امنیت ملی، سبب گشودن پرونده به ضد او کتاب‌هایش و همچنین بیانیه‌هایش در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد که در آنها علامت‌های دعوت به برانگیختن نزاع دینی و بین دین‌ها و جدا کردن شهروندان از نگاه منسوبیت دینی دیده می شود. او خود را خدای نو نجات بخش می شمارد و دین و مذهب و باوری‌های دیگر را باوری‌های خرافاتی، ناقص، ضعیف و بی‌اساس شمرده به آنها بهای منفی می‌دهد. تاکید شده است در اطلاع کمیته امنیت ملی این آدم چنین گفته است که اکثر پیروان ارسلان علی دختران بودند که تحت تاثیر عقیده‌های او قرار گرفته عقیده‌های خود را عوض می‌کردند که این باعث نزاع و جدایی در داخل خانواده او می‌گردد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.